امروز فهمیدم که تو تا گروهی به پنگوئنا تجاوز میکنی. یو سلام بچه ها، چطورید؟ هانی هستم و چاکرگوی. تو این ویدیو اومدیم بریم سراغ سیوای اینستای من، جایی که سیو کردم و با هم رندوم بریم ببینیم و همین بدون دیگه بزن بریم سراغ ویدیو. او قبلش من مهمونه ویژه دارم. سلام کن. یو Stop it. Get some help. یو سلام بچه ها، چطورید؟ هانی هستم و چاکرگوی و کرم. ای دیگه ایش ببینم اینجا میخوابه. اگه اینجا بخوابه خوب بیسا اینجا اینجا هم میتونم نگهش دارم. به داتلیک بزن بریم سراغ ویدیو. او پس لیت گو. خب آقا بریم با این مورد. نمیدونم، من علاقه زیادی به ماشین کلا دارم. این ماشینا رو خیلی دنبال میکنم. الان اولین ویدیو جگواری جی خیلی خوبه. خدای من ببینید به. خب این هم که کامیون نیسان جی تی آر و اینم پراید فاینال ادیشن که نمیدونم قرار منتشر شه یا نه، ولی نظر به نظر شما این پراید باحاله برای ارزوی من نمیدونم. من باور اینو نگاه بنده خدا نگاه گرفتنش از اون برم اومدن از اوف کرد از اون ور. الان ببینید الان میخواد فرار کنه بعد دیگه میگیرنش دیگه. با این نمیسن که، ولی پلیسشو دستی کشیده. اینو نگاه از دوشون فردی شکست خوردم. کامنت آره با اینو نگاه. این من رفیقام وقتی پیر میشیم ای والله 3 میلیونم لایک گرفتیم. واقعا ارزش داره. اینو داموسن نگاه ماشین و پول و این حرفا همش کشکه. مرد باز موتور سوار باز شد صاحبدار. آقا تو ایران بهش میگن موتور بازی، اما خارجی ها بهش میگن ورزش موتور سواری. آقا یکی عشق ماهی داره، خونش 80 متره، میبینی تو خونش یه آکواریوم 80 کیلومتری بسته. یکی عشق سگ داره، یکی عشق اسب داره. این وسط اسم ماراتونه که بعد در رفته. همچین میگن یارو موتور بازی که انگاری یارو سرطان داره. آقا به قول شاهد که میگه برنامه هم بنویسید بر سر مزارم، زیر این همه خاک هنوز در ماشین موتور هزارم. آقا سلامتی هر چی اشکازه، هر چی موتور سواره. نفر دیگه لایک میکنم. حالا این کارا رو یکم بگم، من این کارا رو نمیخوام انجام بدم، ولی خب در کل طور سواری دوست دارم. واقعا من سیف نکردم. لوکی تونسته من اینا رو که دیگه از این پیجه چیز موتورا رو تقریبا تقویت میکنن، با اینا خیلی حال میکنن. زاد ببینیم الان آخرشه. باتری نداره، همین روشی که گفتیم وصل بکنید به سیمای بوبین یه دونه‌ش هم باشه اوکی. بعد حالا اگه موتور شما موتور نه مثلا چی هست ویدیوش هم سیو کردم. وای آرش موسوی او پنج آخری بود که گفتی سلامت خودم خودت این بلا سرم برده. سلامت خودم خودت ایجوری میکنه. آرش موسوی
آره شنیده قرار پیش سریع و خشن نیاز داره تو ایران ساخته بشه اینجوری. خب دیگه پسر رو بریم پایین خسته شد بزن بابا مردین برا جانته یه چیزی بگم هیچ کدومش ماشین ایرانی نیست حتی نیسان فقط تغییره که موضوع داشت رو هیچ کدومش ساخته ایران نبود ولی خب تو ایران بسازن میتونن از این هم استفاده کنن من میگم یه ذره با ماشین پیدا بکنم باید اینم واقعا نظری راجع به این ندارم اینم که از اهمیتتون اگه باشه فکر کنم سمن بود اگه اشتباه نکنم این پراید پیکه ای که امامه شما این واقعا بزنید بگم این ولی اینجا نوشته اسلایت با ماشینیه مزدا سه قدیمی ها پیکان نگاه گوزاره خوبش 206 اسکی آرپی و بالا اینم خدا بود میگفتم شما اصلا اینا بود این بود اینم که پرادو رو برشتن وانت پرادو وانت درست کردن پرشیه اینو خوشم آمد ولی موسکان یالا پرشیه دیگه یالا اسپورت کردن که موسکان نمیدونم پیکانو چرا اینجوریش کردی وای نه اینو نمیدیدم چه اضافت این پیکانی اون اسب دیگه رو کردم جیپ 800 تو رنگ جیپ رو نگاه تو محو رنگ این جیپ نمیشه فکر کنی جیپ ایرانه اصلا محو رنگ آدم نگاه وای داری چون اصلا قرمزه که نباید بدونی پس یا خواهی بگم بده جنه در رو باید میخوای در اینترنت بسازی لازم میگم پولی استادات پیشم اصنی به همه سوالات ریاضی علمی به حتی زندگی جواب میده بکنم یه جرایی یه چیز داره دیگه اینه کاملا زنده یه جرایگان برای انجام هر کاری که در فضای این با کورسای رایگانش مشابه بهترین نرم افزار مثل نسبت من میگم اینو سیف کرده دیگه 10,000 تا فرم رایگان در نمونه‌های مختلف داره که میتونی بذاری توی سایت ماما میدونستی فقط با یک کلیک ساده میتونی آرم ریلز و آیدی اون ریلز رو پاک بکنی؟ بریم توی گوشی بهتون بگم چجوری میتونید این کار رو انجام شاید بدید. درتون ولی بخوره قبلش حتما این پست رو سیو بکنید چون مطمئنم به دردتون میخوره. خب بعد از اینکه ریلز رو انتخاب کردی یه کلمه ای رو حالا به دلخواه خودت مینویسی توی استوریات و بعد اینو میاری پایین دستتون نگه میداری یک دیگه کلیک بکنی هم آرم ریلز و هم آیدی اون ریلز توی استوریات پاک و اینو از این آموزش مک اون تجریزه چرا ماشینش آخه شبیه تیبایه بچه این پسته اصلا مال آدم ایرانی پسته مال چرا ماشینه شبیه تیبایه ولی تیبا لول ها بشه بازیات بد شد مغز مریض سازنده خیلی زیبا شاید باورتون نشه ولی پرایدا با هم فرق داره
ولی پرودی که توی ایران تولید شد زبان هم میره، کم مصرف، ارزان، کوچک و توی مثال‌های زیبا به نظر میرسید. البته این مدل به خاطر رانندگی یورو 2 بدنه ضعیف نداشتن ABS از رده خارج. پستش رو اگه دوست داشتید براتون این که شما میذارم برای یه دیگه میتونید مطالعه کنید. اگه دوست داشتید راجع به پراید اطلاعات داشته باشید همشو خوندم، اگه دوست داشتید میتونید بیشتر توضیح ندم. و این ست بنفش زیبا، دک‌های زیبای بنفش و این کفش بسیار زیبای بنفش، اینو خیلی خوشم آمده. نگاه اصلا چه طراحی خوشگلی داره. رنگ بنفش سایز به به. 44 چه خوشگله دلم کن. Alright, Matt. جرأت حقیقت، جرأت. خب زنگ بزنم به کراش. To call your crush. What? I don't need. I این can't جواب لازم نیست که زنگ بزنم چون They're in this car. Alright. کامنتاش خدا سلام پشمتم خودم موندم صاحبم 5000 تا هیچ وقت نذار حرکت بعدی تا حد کرد. یالی اینو یه لایک دارک شد حدی رو دختره تا ابد که این سوال را کسی آلی کامنت یک ای خدا سریج هیچی رو نمیتونستم به این نخندم بکن یادم 9 ساله دلیل که با یادم 70 ساله ازدواج میکنی چیه؟ که آره دیگه وگرنه مغز خر نخورده بیاد با 50 سال چه عشقی الان توی آدم 70 ساله دیده که جذب این شده. خب آره امروز فهمیدم که فوتها گروهی به پنگوئنا تجاوز میکنه. ساری جایی که خورشید هرگز غروب نمیکنه. این یه تیکه رو نگاه کنید شما. 9 شب 10 شب 11 شب 12 شب همیشه اصلا یکی نیمه شب 2 نیمه شب 3 نیمه فکری شد خود پیجان به باشیم برمده شد چرا کن هر بگم پیجان من یه حرفی ندارم. این کیلو رو زمان ساختن این کلاس 100 تک تومن بود. پیشینی از این دقیق‌تر مگه داریم؟ اما خندیدیم به این. سلام علیکم. آقا دلار امروز چیه؟ چقدر؟ قربان شما خدا 116 تومن. 116 که چیزی نیست. اگه همین دلار نشد 20000 تومان. میگم 116 تا یه تومنی. من با 40000 تومن الان میرم برای زینو صفر میخرم. باشه بریم. الان هم نشد 1400 میشه. باشه بریم. 400 کی دیده کی مرده. خیلی قشنگ. واقعا خیلی قشنگ. امیدوارم از اپیزود من خوشتون اومد باشه. اگه خوشتون اومد نظرتون حتما بهم بگید که بریم سراغ پارت 2. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه بودید. تکلیف ما خودتون باشید و مهمون ویژه‌مون رفت بردنش بین مریض و اینکه باش خدافظی کنید. از همونی که تا اینجا ویدیو همراه بودید در تا دیگه میگم فعلا یه دل میگه برم یه دلم میگه نرم طاقت نداره دلم بی تو چه کنم پیش عشقی زیبا
خیلی کوچیکه دنیا